به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت تک تک شما عزیزان. امیدوارم که حالتون خوب باشه. مرتضی یادگاری هستم از استودیوی معماری نقطه سفید. بچه امروز می‌خوایم با هم دیگه کار سنتی رو کار کنیم و ببینیم که روند یک کار سنتی و یا حالا یک کار ایرانیزه از ابتدا تا پرزانت کار به چه صورت هستش. خب قبل از اینکه کارو شروع کنم دوست دارم یکی از پیشتازان این صنعت و این سبک رو بهتون معرفی کنم، جناب استاد یزدیرات، که فوق العاده کارهای زیبایی میزنن توی سبک سنتی که حالا میتونید توی اینترنت سرچ کنید و کارهاشون رو ببینید. خب بچه‌ها ببینید، من این صحنه‌ای که کار کردم یک قسمت کوچیکی از کاخ گلستان هست که رفتم اونجا و کار رو عکس برداری کردم. البته کامل مثل اون نزدم، ولی خب میتونم بگم کانسپت و ایده‌ای که این کار رو از روش زدم در واقع یه قسمتی از کاخ گلستان بود. ببینید من از این قسمت ایده گرفتم و این کار رو زدم. خب ببینید بچه، شما وقتی میخواید یه همچین کارهایی رو بزنید، به طور مثال شما میخواید این قسمت رو تیردیش رو بزنید و اون رو ریمودل کنید، اول اینکه باید حتما برید توی محل و عکس برداری کنید. ببینید من اگر عکس هاشو نشون، ببینید من یک روز رفتم اونجا و حالا با یه دوربین نسبتا خوب، هرچی دوربینتون با کیفیت تر باشه بهتر، از اون قسمت هایی که مد نظرم بود عکس برداری کردم. اول از کلیاتش عکس برداری کردم و بعد رفتم توی جزئیاتش، مثلا طرح این کاشیکاری رو مثلا عکس برداری کردم و حالا در کل قسمت هایی که مد نظرم بود رو عکس برداری کردم. و خب متاسفانه من پلنش رو نتونستم گیر بیارم، یعنی یه سری محدودیت ها بود که اونا نتونستن پلنش رو بهم بدن. من خودم به صورت دستی این تاق ها رو اندازه زدم و اومدم این کاری که در واقع مشاهده میکنید رو از روش زدم. خب بریم کارمون رو توی مکس شروع کنیم. برای استارت کار بچه من میخوام یک سری باکس کمکی بکشم که یه دونه از این تاقا رو در بیاریم. بعد اگرم دقت کنید، اگر یه دونه از این تاقا رو ما بتونیم مدل کنیم، بقیه‌اش دیگه دقیقاً کپی شده. حالا اینا رو یه سریاش توش بسته است، اینا یک سری توش بازه و میتونم بگم بخش اصلی این کار و این پروژه بخش در واقع تکسچر سازی و متریال دهیش هست که حالا جلوتر میرسیم و با هم دیگه کار میکنیم. خب بریم سراغ کار مدلی. برای شروع من یه باکس میکشم توی ویو فرانت. حالا میتونه یه باکس باشه یا پلی، فرق نمیکنه. من چون میخوام به عنوان در واقع نماد یه آبجکت کمکی ازش استفاده کنم، یه باکس میکشم. بچه ابعادی که باش کار میکنم سانتی متر. ببینید من اندازه که زدم، عرض این تاق 2 متر و 70 سانتی بود، در ارتفاع در واقع 4 متر. خب میام یه 2 متر و 70 سانت میکشم. ببینید این ارتفاع 400 سانتی متر در 270. خب اینو بیارم اینجا توی مرکز 0 و 0 مختصر. خب بذارید من تصویر رفرنس اون رو بیارم، روی اون توضیحاتم رو بدم. خب ببینید این قسمت کنار تاق 90 سانتی متره، بعد عمق تاق هم 90 سانتی متره و از قسمت بالا، از این قسمت لبه کار تا نوک این تاق 60 سانتی متره، 30 سانتی این قسمت، 30 سانتی این قسمت، یه 10 سانتی هم این کنارش در واقع لغاز داره. خب حالا با این تعریف ما میایم این در واقع ابعاد رو اینجا وارد می‌کنیم. خب من یه باکس کشیدم به ابعاد 270 سانتی متر در ارتفاع 4 متر. خب یه کپی ازش میگیرم، ارتفاع که همونه. حالا میام اون 90 سانتی رو وارد می‌کنم. اول جی رو میزنم تا گریت پوینت ها برداشته بشه، یه مقدار مدیریت بهتری داشته باشم. خب میام یه 90 سانت وارد می‌کنم، یا بذارید این 10 سانتی رو اول بذاریم. یه 10 سانت گفتم این قسمتش داره، دوباره یه کپی می‌کنم ازش. یه 90 سانت هم این قسمت داره. ببینید بچه‌ها این روش مدل سازی که من دارم در واقع میرم یه جورایی بهتون بگم دقیق نیست، طبق اون برداشتی که خودم داشتم. اگر شما پلن یا نمایی از این داشته باشید بخواید روی اون مدل سازی کنید، قطعا کارتون دقیق تر پیش میره. خب اسنپ رو میذارم روی 2.5، این رو متصل میکنم به این قسمت و این رو هم متصل میکنم به این قسمت. خب حالا یه باکس دیگه میکشم
و این 60 سانت رو میخوام من اینجا در واقع مدل کنم. ارتفاعش رو میذارم روی عدد 60 و اون رو انتقال میدم قسمت بالا. خب بذارید من این رو کوچیکترش کنم، اندازه 2 متر و 70 بزنیم. خب به این صورت، چون این قسمت میخوایم تاق رو مدل کنیم، یه سگمنت هم اضافه میکنم بهش، تعدادی سگمنت که بتونم مدیریت بهتری داشته باشم. یه دونه سگمنت هم به صورت افقی اضافه میکنم. خب تا یادمون نرفته سریع فایلمون رو سیو کنیم که اگر احیانا فایلمون پرید دسترسی به بکاپ کارمون داشته باشیم. خب این تا اینجای کار. پس چی شد؟ من یه باکس ترسیم کردم 2 متر و 70 در 400. اگر بخوام روی تصویر رفرنس بهتون میگم 2 متر و 70 در 400 سانتی متر، یه 60 متر اینجا یه باکس کمکی کشیدیم، این 90 سانت کشیدیم و یه 10 سانت هم این کنار. خب و اما بریم سراغ مدلینگ این قسمتی که به صورت تاقه. خیلی راحته بچه‌ها. از یه رکتانگل استفاده میکنم توی قسمت شیپز اسپلاین. رکتانگل رو انتخاب میکنم، روی اسنپ 2 بعدی میام به این صورت اینجا این رکتانگل رو ترسیم میکنم. حالا تبدیلش میکنم به ادیت اسپلاین. سگمنت این قسمت پایینی رو دیلیت میکنم کامل. خب حالا ورتکس رو انتخاب میکنم، ورتکس قسمت بالا رو، این دو تا ورتکس بالایی رو انتخاب میکنم و از قسمت فیلت، ببینید فیلت رو فعال میکنم و وقتی برم روی این ورتکس ها آیکون موس هم عوض میشه. کافیه که کلیک درگ کنم تا به این صورت کارم تبدیل بشه به قوس. خب تا جایی که جا داره، یعنی تا انتها من این رو درگ میکنم تا این دوتا ورتکس برسن به هم. حالا این دوتا ورتکس رو انتخاب میکنم، فیوز و بعد ول، در واقع اینا رو میام به هم دیگه جوش میدم تا تبدیل بشن به یه دونه ورتکس. حالا برای اینکه این قسمت هایی که نرمه در واقع کرو داره خودش رو بهتر نشون بده و در واقع نرمتر نشون بده، توی قسمت اینترپولیشن تیک ادپتیو رو فعال میکنیم که بهتر بشه. خب حالا روی این سگمنت که در واقع ورتکس که فعال، کلیک راست میکنم و اون رو تبدیل میکنم به یه ورتکس کورنر. ببینید خیلی راحت تونستیم برسیم به این قوسی که مد نظرم بود. خب حالا من اسپلاین رو انتخاب میکنم، کامل این قوس رو میگیرم و 10 سانت بهش اوتلاین میدم. البته 10 سانت زیاده، من 7 سانت میدم که مناسب تر. خب 7 سانت بس اوتلاین دادیم بهش و اون رو باید اکسترود کنیم به اندازه چقدر؟ 90 سانتی متر. خب ببینید بچه ها، من این رو بیارم جلوی این قسمت هایی که در واقع به صورت کمکی کشیدیم. خب صحنه رو میذارم روی حالت استاندارد که نور و سایه‌ای نداشته باشه. خب ببینید خیلی راحت تونستیم این تاق رو مدل سازی کنیم. حالا بریم سراغ این قسمت بالا که کاشی کاری شده. من میتونم از همین تاق کمک بگیرم بچه‌ها. چطوری؟ ببینید اول این تاق رو یه کپی ازش میگیرم. خب این تا اینجای کار. فقط دقت کنید که کپی بگیرید بچه‌ها. اگر اینستنس بگیرین این رو تغییر بدم یکم تغییر میکنه. خب من میرم دوباره توی اسپلاین. ببینید من با سگمنت میام این قسمت ها رو دیلیت میکنم، قسمت های پایینی رو دیلیت میکنم، فقط این قسمتش بمونه. خب حالا خیلی راحته، میام لاین رو انتخاب میکنم، از اسنپ 2.5 استفاده میکنم و میام از گوشه های این در واقع از نقطه استارتش یه کلیک میکنم، اینجا خطم رو میکشم میارم تا این وسط که اینجا هم 30 سانت در واقع اون آجراست. این 30 سانت ما باید برای کاشی در نظر بگیریم تا این قسمت، دوباره اینجا و در نهایت اینجا. خب حالا میرم توی قسمت در واقع مودیفای، اتچ میکنم به این یکی قسمتی که حالا کروه. فقط این رو هم من از اکسترودش رو دیلیت میکنم. خب حالا ببینید اتچ میکنم به این قسمت. ببینید الان این رو باید ایزولیت کنم. الان این دوتا با هم دیگه فاصله دارن. اولین فاصله رو از بین ببریم، این نقاط رو انتخاب میکنیم و باید یا بذارید اینا رو من انتخاب کنم، این پشت سریا رو انتخاب کنم. خب با اسنپ 3 اینا رو میام انتقال میدم به این قسمت، یعنی مطمئن شیم.
خب اینا اتچ شدن با هم دیگه. حالا دوباره تیک ادپتیو رو میزنم، ورتکس رو انتخاب میکنم، این دوتا ورتکس رو انتخاب میکنم، فیوز ولد، دوباره این دوتا در واقع این طرف رو انتخاب میکنم، فیوز و ولد. خب ببینید الان این هم تبدیل شد به اون قسمتی که حالا کاشی کاری کردن و خیلی راحت میتونیم این قسمت رو هم اکسترود کنیم به همین راحتی. خب دوباره برمیگردم توی کار و میتونم این رو جایگزین کنم روی این قسمت. ببینید روی اسنپ 3 از این قسمت بالایی میگیرم و اون رو انتقالش میدم به این قسمت. دیدید بچه چقدر راحت. خب فقط ببینید این قسمت پشتی باید یه مقداری خالی باشه. مثلا من 90 رو میذارم روی مثلا عدد 80. حالا 5 سانتی رو در راستای ایگرگ میبرم عقب، -5 به این صورت. و اما قسمت های دیگهش، خب این قسمت رو هم میتونیم بچه دوباره خیلی راحت با این لاین بیایم ترسیم کنیم. ببینید از اینجا ما شروع میکنیم میایم تا اینجا. این قسمت ها رو فقط دقت کنید که اسنپتون رو باید بذارید روی اسنپ 2.5، چون روی در واقع قسمت 2 بعدی داریم ترسیم میکنیم. خب این رو هم دوباره تبدیل میکنم، در واقع یه مودیفای اکسترود براش در نظر میگیریم به اندازه 90 سانت و در نهایت میتونیم اون رو هم جایگزین کنیم. من از این گوشه انتخابش میکنم و به این صورت قرارش میدم. خب حالا این باکس ها رو من دیلیت میکنم دیگه، نیازی بهشون نداریم. خب بس ببینید بچه ها الان با ساده ترین روش ها تونستیم یه دونه از این تاق ها رو ما مدل کنیم. خب حالا برای اینکه قسمت در واقع کناریش رو هم مدل کنیم، چون دو تا تاق دیگه اگر دقت کنید دو تا تاق کنار هم دیگه است. خب میام دوباره یه باکس کمکی ترسیم میکنم اینجا. ببینید من یه باکس ترسیم میکنم به اندازه سگمنت هاش رو هم بردارم به اندازه 90 در 90، دقیقا به اندازه این وسط. خب اینو اینجا قرار میدم، این یه باکس کمکی. خب حالا این قسمت رو انتخاب میکنم، مودیفایر سیمتری S و Y رو میزنم تا سیمتری بیاد. توی زیر مجموعه سیمتری قسمتی هست به اسم میرور، کافیه که اون رو انتخاب کنیم و اسنپ رو هم خاموش کنم. ببینید وقتی من در واقع موو میکنم این میرور شده و میتونیم ازش استفاده کنیم. فقط این رو من دقیقا میام در واقع مچ میکنم با این 90 سانتی که اینجا در نظر گرفتیم. در راستای X باید حرکت بهش بدیم. یک کلیک راست میکنم روی این سلکت نمو تا ترانسفورم باز بشه در راستای X. به این صورت کارم رو مدل میکنم. خب اینم از این. حالا میتونیم تبدیلش کنیم به ادیت پلی یا مش، فرقی نمیکنه. این قسمت وسط رو هم انتخاب میکنم، این باکس رو من دیلیت کنم. این قسمت وسط رو هم انتخاب میکنم و شیفت رو نگه میدارم، درگ میکنم تا کپی بشه و در نهایت با اسنپ 2 این رو هم سر جای خودش قرار میدم. خب این تا اینجای کار. حالا قسمت پایینی این کار هم یه 30 سانت بچه ها باید در واقع براش یه لبه در نظر بگیریم. این قسمت 30 سانت هستش که باید در نظر بگیریم براش. خب میام از ویو تاپ یه باکس ترسیم میکنم از اینجا تا اینجا، بهش ضخامت میدم به اندازه 30 سانت و اون رو میارم دقیقا این پایین قرار میدم یه اسنپ 2. خب بسیار عالی. حالا تبدیلش میکنم به ادیت پلی و با ورتکس ها تا این لبه ها رو فیکس میکنم. بسیار عالی. خب از این ویو هم اوکیه. خب این دور تا دورش الان اوکیه. حالا میتونیم از هر طرف بچه 2 سانت این رو بیاریم بیرون.
اونم خیلی راحته. ببینید مثلا این قسمت رو انتخاب میکنم در راستای x، یا بذارید یه کاری کنیم، مثلا بیایم یه باکس بکشیم دوباره روش، این رو ایزولیت کنم، یه باکس بکشیم روش به ضخامت 30 سانت. خب حالا از هر طرف 2 سانت بهش اضافه میکنیم، میشه 92. این 104 رو حالا خورده ای رم میکنیم 100 مثلا 6. این رو دیلیت میکنم و این رو دوباره میارم تا پایین، فقط به خاطر اینکه یه لبه ای داشته باشه که یه ذره کارمون دیتیل داشته باشه. خب ببینید همین کفایت میکنه، همین کافی. خب یه کنترل اس میزنم فایلم سیو بشه و ام رو میزنم تا متریال ادیتورم باز بشه. یه متریال ویری میسازم، ویری MTL، و اون رو اساین میکنم به کارم، کلیک درگ میکنم کامل کارم انتخاب بشه و اون رو اساین میکنم به کار. خب تا اینجا که کار سختی نداشتیم، خیلی راحت تونستیم یکی از این تاق‌ها رو در واقع مدل سازی کنیم. در کل مدل سازی این کار زیاد زمان بر نیست. ببینید من سلکت کنم یا رو خطوط رو هم رنگش رو مشکی کنم. خب ببینید خب الان که این یکی از این تاق‌ها رو در آوردیم، خیلی راحت میتونیم اونها رو روتیت کنیم و این یکی تاق‌ها رو هم در واقع جایگذاری کنیم. ببینید من یکی از اینا رو ساختم و بعد این وسط در واقع 1 2 3 4 تا در واقع تاق داریم اون پشتم، حالا با هم دیگه کار می‌کنیم. پس این رو من از وی تاپ میام 90 درجه روتیت میکنم، انگل اسنپ رو روشن میکنم 90 درجه. فقط بچه قبل از اینکه بخوایم این کار رو انجام بدیم اجازه بدید که یه باکس هم روی کار بکشم روی این قسمت، چون یه لبه خیلی کوچیک داره. همین دیتیل های ریز باعث میشه که کارمون بهتر خودش رو نشون بده. ببینید از این قسمت به اندازه مثلا 2 سانت و از این برابر هم یه مقداری باید بزنه بیرون، و یا حالا از طرف شمال جنوبش مثلا این 90 رو میکنم 92. خب اوکی، یه متریال میدم دوباره بهش. خب کارم رو شیفت رو نگه میدارم و روتیت 90 درجه. بسیار عالی. موو رو روشن میکنم با ابزار در واقع اسنپ 3 میام این کنج رو انتخاب میکنم. ببینید این کنج رو و اون رو متصل میکنم به این کنج زیری به این صورت. خب حالا دوباره این رو انتخاب میکنم و میام از ابزار میرور استفاده میکنم. در راستای X باید این میرور بشه، در راستای X روی حالت اینستنس. و یا بچه بذارید یه کاری کنیم، این رو حالا من دیلیت کنم، این قسمت رو کامل کنیم، بعد بریم کپیش رو در واقع بگیریم. ببینید این قسمت پشت من اگر این دوتا رو تبدیل کنم به پلی و اتچ کنم با هم خیلی خوب میشه. خب ببینید این قسمت رو انتخاب میکنم، این قسمت و این قسمت 90 درجه است، در واقع 90 سانته. من 90 سانت دیگه اینا رو میخوام بیارم داخل. یا میتونیم اکسترود کنیم، یا اینکه حالا همین پلیگون هایی که انتخاب کردیم رو بیایم در راستای محور X 90 سانتی متر در واقع بیاریم داخل. ببینید 90 اوکی به این صورت. حالا برای قسمت داخلش میتونیم دوباره از یه باکس کمک بگیریم به این صورت که یه باکس اینجا ترسیم میکنیم تا این قسمت به عمق در واقع به ارتفاع 30 سانتی متر. خب حالا این باکس رو بذارید اول بررسی کنیم ببینیم خطایی نداره که. تبدیلش میکنم به ادیت پلی. این قسمت زیری رو بذارید من دیلیت کنم چون نیازی بهش نداریم. خب این که تبدیل شد به ادیت پلی، میام ورتکساش رو انتخاب میکنم و یه مقداری
اونا رو جابجا میکنم که این قسمت ها رو هم پوشش بده به این صورت. برای این قسمت هم همینطور. اینجا میتونیم از اسنپ هم استفاده کنیم. حتی اسنپ سر رو روشن میکنم و به این صورت اینجا رو انتقال میدم. خب این قسمت بچه کامل مچ نشده، بذارید من این رو کامل این قسمت رو بیارم روی این قسمت. خب اوکی شد الان. خب دوباره کنترل A یه متریال میدم بهش. این کار رو میکنم که بچه کارم یک رنگ پیش بره و در واقع بتونم مدیریت بهتری داشته باشم روی کار. شما روی حالت کلایی هم میتونید کار کنید. ببینید میتونید روی این حالت بذارید که حالا هیچ متریالی نداره، ولی حالا من با همین روشی که داریم پیش میریم کارم رو ادامه میدم. خب برای قسمت های پشتی، برای قسمت های پشت خیلی راحت میتونیم از یه پلین استفاده کنیم. یه پلین بذاریم این پشت. ببینید چون میخوام به هر کدومش متریال رو جداگانه بدم، برای هر قسمت یه پلین میکشم دیگه، یه پلین کلی نمیکشم. ببینید از این قسمت بهتر از ویوپورت هامون استفاده کنیم. من جی رو بزنم. خب ببینید روی این قسمت و روی این قسمت اونها رو میارم تا انتهای کارم به این صورت. حالا میتونیم سگمنت هاش هم حذف کنیم، مهم نیست. خب اینا رو هم یه متریال میدم. خیلی خوبه. خب حالا بچه اینجا باز یه نکته داره، بذارید من این رو ایزولیت کنم. خب ببینید اگر دقت کنید توی این قسمت یه سنگی کار شده به اندازه در واقع به ارتفاع 90 سانتی متر و این لبه هم یه ردیف آجر کار شده. اینا رو هم ما باید اینجا مد نظر بگیریم توی کارمون. میتونیم یه کاری کنیم. بذارید ببینم من با در واقع کانکت میتونم این کار رو کنم. یه کانکت بزنم. آره خب ببینید اج رو انتخاب کردم از ویو تاپ، کاملا این اج ها رو انتخاب کردم. حالا یه کانکت میزنم، ببخشید یه کانکت میزنم و اوکی میکنم. حالا با محورهای مختصاتی کنترلش میکنم، یه مقداری میارمش جلوتر به این صورت. یا میتونید بیارید این ابتدا قرارش بدید مثلا اینجا، بعد به اندازه 7 سانتی متر رو ببرید عقب در راستای محور X، به اندازه 7 سانتی متر برن عقب. خب الان اوکی. فقط بچه باید اینا رو دیتچ کنید، یادتون نره. این قسمت رو من سلکت میکنم به این صورت و اون رو دیتچ میکنم. خب حالا این در واقع قسمت داخل رو میام دوباره از یه باکس کمکی استفاده میکنم. یه باکس اینجا ترسیم میکنم به ارتفاع 90 سانت. ارتفاعش رو میذارم روی 90 و اون رو کامل فیکس میکنم. موو رو روشن میکنم، فیکسش میکنم با این پایین. خب این تا اینجای کار. حالا این تاق ها رو انتخاب میکنم، اج رو فعال میکنم، اج های عمودی رو سلکت میکنم. ببینید و میتونم یه کانکت بزنم. خب دوباره میام توی این ویوپورت، اینجا هم دوباره میتونم اوکی کنم، بیام خودم با اسنپ 2.5 این اج ها رو به این صورت متصل کنم به این قسمت. خب برای این پلن هایی که انتها هستش هم همین کارو میکنیم. یا میتونیم مثلا سگمنت اضافه کنیم بهش. ببینید بیام اینجا سگمنت اضافه کنم. خب جور در نمیاد فاصلش، بهتر که همون کانکت بزنیم. خب دوباره تبدیلش میکنم به ادیت پولی این پلین رو و اج های عمودی رو انتخاب میکنم، یه کانکت ایجاد میکنم و با اسنپ 2.5 اون رو متصل میکنم. ببینید به همین راحتی. برای این قسمت هم همینطور تبدیل میکنم به ادیت پولی، یه کانکت ایجاد میکنم. اوکی به این صورت.
خب بچه فکر میکنم این پشت اتفاقاتی افتاده، بذارید بررسی کنیم. بله اینها بسته شده پشتش. خب اشکال نداره، اینا رو من با پلیگان میام پلیگان هاشو انتخاب میکنم، دیلیت میکنم، هیچ مشکلی نداره. خب اوکی، دوباره اینا رو میام جایگذاری میکنم به این صورت. رنگ خطوط رو هم مشکی میکنیم. خب اینم از این قسمت. بذارید یه بررسی کنم ببینم جایی از قلم نیفتاده باشه. اینجا که آجر باید کار کنیم، اینجا هم که سنگ رو داریم و همه چیز اوکی، هیچ مشکلی نداره. خب حالا میتونیم این رو کپی کنیم بچه‌ها. این رو من سلکت میکنم، البته تبدیلش کنم به گروپ و از میرور استفاده میکنم در راستای محور X. یه دونه اینستنس ازش میگیرم، موو میکنم به سمت عقب و اینجا دوباره از اسنپ ورتکس، شما اسنپ سه‌بعدی استفاده میکنم و این لبه رو دقیق فیکس میکنم با اینجا. خب ببینید اینم از این قسمت. خیلی راحت تونستیم این قسمت رو مدل کنیم. دوباره از جفتشون کپی میگیرم. حالا این قسمت رو باید انتخاب کنم، این گوشه رو سلکت میکنم، شیفت رو هم نگرشم که کپی بشه بچه. خب اینو میارم دقیقاً این قسمت قرار میدم، اینو هم کپی میکنم چون میخوام یه ذره تغییرات انجام بدم روش. خب ببینید، بذارید چک کنیم اینجا رو قشنگ. خب این رو از حالت گروپ در میارم، این قسمت پایینی رو انتخاب میکنم، ورتکس هاش رو سلکت میکنم و یه مقداری باید بیاریمش عقب‌تر که کاملا مچ بشه با این قسمت به این صورت. حالا این قسمت هم که توی ویو دوربینمون نیست، یه کار باش نداریم. خب اینا رو دوباره باید یه کپی بگیریم. این هم به این صورت. فقط بچه من این دوتا رو آن گروپ میکنم، این قسمت ها رو حذف میکنم به خاطر اینکه چون حالا توی ویو دوربینمون مشخص نیست، فقط به خاطر زیبایی کار که از این پشت نور میتابه توی کار، به خاطر این. خب حالا این قسمت رو دوباره انتخاب میکنم از ویو تاپ، اون رو 45 درجه روتیت میکنم، شیفت رو میگیرم 45 درجه میچرخونم، البته انگل اسنپ هم باید روشن باشه، شیفت رو نگه میدارم 45 درجه میچرخونمش، کپی و این رو همینجا جایگذاری میکنم به این صورت. خب حالا از این قسمت وسط هم یه کپی میگیرم و اون رو میارم این قسمت، دوباره لبه هاش رو فیکس کنیم با اسنپ 3. خب اینم از این. اما برای قسمت وسط که یه حوض آب هست، ببینید بچه ها این نرده ها رو من با یه تکنیک خیلی جالب میخوام بهتون یاد بدم که مدل سازیش رو چیکار کنید. از یه عکس میخوایم این نرده ها رو در واقع برسیم به مدل سه‌بعدی این نرده ها. حالا جلوتر با هم دیگه کار میکنیم، ولی برای مدل این حوض من میام اول یه باکس اینجا میکشم و دوتا در واقع سگمنت وسطش اضافه میکنم که وسط این تقریبی وسط این کار مشخص میشه. حالا حتما نباید وسط باشه، حالا تقریبی هم در بیاد اوکی. خب دوباره میام یه باکس میکشم با اسنپ 3، یه باکس میکشم به ابعاد 2.5 در 2.5 و اون رو میام این وسط قرارش میدم. حالا اینا رو با هم دیگه جاشو اوکی میکنیم. خب این باکس رو اول اینکه سگمنتاش رو حذف میکنم، تبدیلش میکنم به ادیت پلی به این صورت، اج رو انتخاب میکنم، یه کنترل A میزنم تا تمام اج ها انتخاب بشه. حالا آلت رو نگه میدارم، اج های این قسمت و این قسمت رو پاک میکنم. الان در واقع اج های
افقی کارم پاک شد. ببینید اج هایی که مونده اج های عمودیه. فقط بذارید ما برگردم این ارتفاعش رو، فکر کنم یادم رفت بدیم، ارتفاع 30 سانت. ببینید تبدیلش میکنم به ادیت پلی، اج رو انتخاب میکنم، کنترل A، اج های افقی رو میخوام پاک کنم، این اج ها و این اج های عمودی کارم الان مونده. خب توی ادیت اج میام چنفر رو انتخاب میکنم، اون رو فعال میکنم و یه مقداری لبه ها رو چنفر میکنم. حالا چشمی یه مقداری چنفر میکنم که اوکی بشه. خب اوکی، این از این. حالا همین باکسی که دارم رو شیفت رو نگه میدارم، اسکیل رو روشن میکنم، روی اسکیل در واقع دو بعدی شیفت رو نگه میدارم، یه مقداری میخوام بزرگتر باشه، یه کپی میگیرم یه مقداری از این بزرگتر. ببینید این رو انتخاب کردم، اسکیل، شیفت رو نگه میدارم و یه مقداری اسکیل میکنم در حدی که یک کادر و یه حاشیه دور این حوض بیفته. خب اوکی، حالا اول قبل اینکه کارمون رو ادامه بدیم اینا رو جایگذاری کنیم، بعد ادامه کارمون رو انجام بدیم. خب این باید بیاد تا پایین، دقیقاً تا این لبه، به این صورت. این کف و این باکسی که حالا به عنوان حاشیه در نظر گرفتیم رو من ایزولیت میکنم. این قسمت رو من یه مقداری میارم داخل کارم، یعنی داخل کف زمین، و میخوام در واقع از این قسمت بولینش کنم. این سگمنت ها رو من پاک میکنم، اینجا رو من بولین میکنم، از کامپوند آبجکت پرو بولین استارت پیکینگ رو میزنم و این قسمت رو بولین میکنم. فقط میخواستم که یه لبه‌ای باشه که این حوض میاد، ببینید به این صورت باشه. حالا این رو هم یه مقداری میبریم پایینتر به این صورت. خب این حوض رو ادامهش رو کامل کنیم. من پلیگان رو فعال میکنم، پلیگان وسطی رو انتخاب میکنم، اینست میدم بهش و به اندازه 10 سانتی متر اون رو اینست میکنم، اوکی، و اکسترودش میکنم به سمت پایین به اندازه همین 4 سانت، اوکیه، و این رو دیتچ میکنم. حالا این شد به عنوان در واقع آب حوض که حالا جلوتر بهش متریال میدیم. حالا این خود این حوض رو دوباره سلکت میکنم و میام از ویو فرانت اج های این قسمت بالایی رو فقط انتخاب میکنم این دفعه و آلت رو میگیرم، این قسمت ها رو از حالت انتخاب در میارم. خب حالا از ویو تاپ این قسمت ها رو هم پاک میکنم. خب این تا اینجای کار. حالا میخوایم به این قسمت هم یه چنفر بدیم بچه. ببینید چنفر رو دوباره فعال میکنم در اندازه مثلا 2 سانت کافیه، 2 سانت، و بعد سگمنت هم باید بهش بدیم که لبش یه مقداری نرم بشه. 15 اوکی. خب این قسمت ها رو که میبینید یه مقداری حالت سیاه رنگ به خودش گرفته، اینا رو حتما باید ادیت کنید. اگر ادیت نکنید توی کارتون به مشکل میخورید. اولی که میتونید با بوردر بیاید داخل کار کلیک کنید و این رو تا انتها ببرید، این تا اینجا. خب این که مشکلی نداره و برای اینکه این سیاهی از بین بره، میبینید این داخل سیاهی ها رو از مودیفایر اسموز استفاده میکنیم. مودیفایر رو در واقع مودیفای لیست رو باز میکنم، اسموز رو بهش نسبت میدم. ببینید من اسموز رو خاموش روشن کنم، این سیاهی ها از بین میره. اینا اگر این کار نکنید توی رندرتون به مشکل میخوره. حالا این پلیگان هم اگر میخواید مشخص بشه فیلیپ شده، الان این فیلیپ رو میزنید تا به این صورت مشخص بشه. خب اینم از این قسمت حوض. یه سیلندر کوچیک هم حالا وسطش قرار میدیم به عنوان حالا اون فوارش. به این صورت یه کنترل A میزنم، دوباره M، متریالیتور هم باز میشه، یه متریال ویری دوباره اساین میکنم به کار، رنگ خطوط رو هم مشکی میکنم. خب این تا اینجای کار. حالا این باکس رو که بولین کردیم رو تبدیلش کنم به پلی یا مش، فرقی نمیکنه. این ورتکس ها رو انتخاب میکنم، این ورتکس های بالایی رو، و درگ میکنم تا انتهای کارم بره به این صورت. خب این هم از مدلینگمون.
ببینم جایی نمونده. خب و اما مدلینگ این قسمت در واقع حالت مناره مانند این هم خیلی راحته. اول باید به صورت شماتیک مدلی ازش در بیاریم، بعد موقع تکسچرینگ دقیقا میتونیم ابعاد در واقع استاندارد و واقعیشو به دست بیاریم. خب من از یه باکس 1.5 در 1.5 شروع میکنم. یه باکس ترسیم میکنم اینجا به ابعاد 150 در 150 یا بذارید 170 بذارید. خب این رو ارتفاع میدیم میاد بالا، مثلا 400 یا 500 یا 900. خب حالا اون ارتفاعش مهم نیست چون این پشت که معلوم نیست، میتونیم مثلا بیاریمش اینجا. خب تبدیلش میکنم به ادیت پلی. خیلی راحت میتونیم بچه این رو با ادیت پلی مدل سازی کنیم. اول پلیگون قسمت بالا رو انتخاب میکنم، بول رو فعال میکنم به اندازه مثلا 2 سانت یا 3 سانت. میام اینجا در واقع لبه رو ایجاد میکنم. اوکی، بذارید من عکس واقعیش رو بیارم، از روی عکسش با هم پیش بریم خیلی بهتره. عکس ها رو بیارم. خب ببینید ما این لبه رو الان ایجاد کردیم. این لبه خب میتونم تقریبی بگم به اندازه هر چقدر این قسمت بیاد بالا نصفش این قسمت میشه. بذارید امتحان کنیم، مثلا یه بار 30 بزنیم بعد اینجا رو 15 بزنیم ببینیم چه جوری میشه. پس اینجا رو من 30 سانت اکسترود میکنم. اوکی، حالا توی ویو تاپ اسکیل رو فعال میکنم در راسته محور Y و X، یعنی در واقع اسکیل دو بعدی. ببینید یه مقداری این رو من میتونم بازش کنم، خیلی کم به صورت چشمی، حالا چون نقشه ای ازش نداریم به این صورت بازش میکنیم و بعد دوباره اکسترودش میکنیم به اندازه چقدر 10 سانتی متر. اوکی، خب دوباره این قسمت وسط رفته داخل، یعنی اینست شده. من به اندازه مثلا منفی 3 سانتی متر، منفی 3. خب عددش کار نمیکنه، بذارید یه بار دیگه غیر فعالش میکنم. دوباره اینست به اندازه منفی 3. خب چرا کار نمیکنه این عددش؟ آها منفی نباید میدیم، من مثبت میدیم، من داشتم اشتباه عدد وارد میکردم. خب به اندازه 3 سانت. اوکی، و اکسترودش میکنم به اندازه همون 150. بچه میگم فعلا ما داریم شماتیک پیش میریم تا اینکه اسکیلش کنیم، در واقع تکسچرینگش رو شروع کنیم و بعد حالا اسکیلش رو با هم دیگه اوکی میکنیم. 170 بهتر. خب اوکی، دوباره ببینیم چه جوریه. دوباره یه لبه داره، دوباره با بول. اوکی، اکسترود به اندازه 30 سانت و دوباره یه مقدار این رو اسکیل میکنم به این صورت. دوباره اکسترود به اندازه 10 سانتی متر. خیلی خوبه. و در انتها دوباره یه اینست بهش میدیم به اندازه مثلا 5 سانت. مثبت رو میزنم تا یه اینست دیگه هم اوکی کنه. مثبت رو میزنم و حالا اندازش رو میذارم روی عدد 3. اوکی، حالا این لبه ها رو انتخاب میکنم و در نهایت 30 سانت اکسترود میکنم. ببینید دقیقا این شد. حالا این لبه رو من دیگه اضافه نکردم، لبه رو حذف کردم. خب اینم از مدل این قسمت. فعلا باید اینجا بمونه تا موقعی که میخوایم کار تکسچرینگ رو شروع کنیم. یه کنترل ای میزنم M، متریال ادیتورم باز میشه و متریال رو اساین میکنم و رنگ خطوط رو هم میذارم روی رنگ مشکی تا همه خطوط هم مشکی باشه. بسیار عالی. خب اینم از مدلینگمون. کامera گذاری هم انجام میدیم و بعد میریم دیگه. حالا توی کلیپ بعدی میریم سراغ نورپردازی کار. برای کامera گذاری بچه کافیه که توی ویو پرسپکتیوتون برید توی اون ویویی که مد نظرتون هست. اول شیفت و F رو بزنید و تصمیم بگیرید که چه کادری رو میخواید برای رندرتون در واقع تنظیم کنید. بذارید من کادری که برای رندرم در نظر گرفتم رو یه بار چک کنم توی رندر اصلیمون.
سایزی که این کار رو من باشه رندر گرفتم، ایمیج سایز رو باز میکنم 2000 در 2500. خب توی رندر ستاپ توی قسمت کامل میام این عدد رو توی قسمت اوتپوت سایز وارد میکنم 2000 در 2500. خب این از این رو میبندم. البته بچه تناسباتش مهمه. حالا شما اگر سیستمتون حالا زیاد مدلش بالا نیست میتونید تناسبات رو یعنی اعدادش رو کمتر وارد کنید، مثلا بذارید 1000 در 1500. ولی خب میگم این تناسباتش بیشتر مهمه. توی ویو پرسپکتیو میایید ویویی که مد نظرتون هست برای رندر رو فیکس میکنید. به طور مثال انگل اسنپ رو خاموش کنم که راحت‌تر روتیت کنیم. به طور مثال من از این ویو خوشم اومده. خب اوکی. حالا میتونیم اول این رو تنظیم کنیم از ویو تاپ، یه مقداری بیاریمش جلوتر یا همونجا بمونه. بذارید من توی رندر ببینم کدوم قسمت. خب یه مقداری میاریمش بالاتر. خب بذارید یه مقداری اسکیل شد از ویو تاپ پهن‌ترش کنیم، یه ذره به کارمون به تناسبات کارمون بخوره. خب برای کامera گذاری پس چی شد؟ اول میاد توی ویو پرسپکتیو و توی اون ویویی که مد نظرتون هست قرار میگیرید. بعد از اینکه توی اون ویویی که مد نظرتون رو قرار گرفتید میاد سراغ کامراها. ببینید من از دوربین تارگت خود مکس استفاده میکنم. بچه هیچ فرقی نمیکنه، از هر دوربینی که دوست دارید میتونید استفاده کنید، ولی چون دوربین مکس نتایجی که بهم میده قابل قبول بوده و تنظیمات خاصی هم نداره، من کارم رو راحت میکنم و از دوربین تارگت مکس استفاده میکنم. خب توی ویویی که انتخاب کردیم توی پرسپکتیو تارگت رو انتخاب میکنم. حالا میتونه فیزیکال کامera باشه. اگر بخواید فیزیکال کامera بذارید که توی همین ویو یه کنترل سی بزنید دوربینتون ایجاد میشه. ببینید این از بحث فیزیکال کامera. اینو دیلیت میکنم. اما اگر بخواید تارگت مکس استفاده کنید، یعنی دوربین خود مکس، تارگت رو انتخاب میکنم، روی فضا کلیک درگ میکنم تا دوربینم ایجاد بشه. ببینید اینجا اصلا یا میشه توی ویو تاپ یه کلیک درگ کنید هر جایی که دوست دارید دوربینتون انتخاب بشه و بعد بیاید توی ویویی که مد نظر گرفتید کنترل سی رو بزنید تا دوربینتون بیاد تحت زاویه‌ای که شما هستید و بعد سی رو میزنید تا دوربینتون انتخاب بشه. برای اینکه در واقع این خطوطی که رفته به پرسپکتیو از بین بره و یا خطوط عمودی کارتون با خطوط کادرتون موازی بشه، دوربین رو سلکت میکنید. در واقع الان سلکت کامera، یک کلیک راست میکنید توی فضا هر جا که دوست داشتید، اپلای کامera کارکشن مودیفای رو انتخاب میکنید. ببینید خاموشش میکنم و اگر صحنه‌تون حالا به هم ریخت شما این قسمت رو یک کلیک کنید روش، باز دوباره برمیگرده به این حالت. خب اینم از مدلینگمون. با تکنیک‌های ساده تونستیم این قسمت رو مدل کنیم و توی آموزش در قسمت بعدی میریم سراغ نورپردازی کار. خسته نباشید.